به نام خدا. با سلام خدمت دوستان گرامی. با جلسه سوم ریاضی هفتم در خدمت شما هستیم. این جلسه درباره اعداد گویا یا همون اعداد کسری یا اعشاری صحبت می‌کنیم. خب ما زمانی که دو تا عدد رو بر هم تقسیم می‌کنیم، بعضی وقتا هست که این دو عدد بر هم بخش از این نیستن و ساده نمیشن و و باقی ماندهمون صفر نمیشه. در این مواقع ما میایم کاری که انجام میدیم به صورت کسر می‌نویسیمش. خب یعنی چه؟ ببینید مثلا اینجا کنید منفی سه دوم. خب 3 تقسیم بر 2 عدد روندی به ما نمیده. مثلا مثل 4 تقسیم بر 2 منفی 4 تقسیم بر 2 نیست که بشه مثلا منفی 2. عدد صحیح به ما نمیده. اینجا میایم یه عدد تعریف کنیم به نام اعداد گویا و عددی که از قبیل اعداد کسری یا اعداد اعشاری هستن. به چه صورته؟ ببینید اینجا تعریفش نمیشیم اعداد گویا را. می‌بینیم که اگر دو عدد مثل A و B داشته باشیم که عضو عدد صحیح باشن، این ضد نشانگر عدد صحیح بود. به شرطی که B که مخرج ما باشه مخالف با صفر باشه، آنگاه میتونیم به صورت A تقسیم بر B یا A خط کسری B بنویسیم. ببینید اینجا B مخرج ماست و A صورته. پس B مخرج، A صورت. و گفتیم که نباید B که مخرج ماست صفر باشه، یعنی مخالف با صفره. هیچ وقت مخرج نباید صفر باشه چون تعریف نمیشه، اصلا معنا نداره. حالا چه عدد این گویا هستن یا عدد اعشاری کسری هستن؟ ببینید مثلا منفی 3 دوم، منفی 1، 0، 1، 1 و نیم، 1 و نیمه، این ممیزه، 9 چهارم. این اعداد همش اعداد گویا هستن یا عدد کسری اعشاری. ما بیشتر توی این قسمت می‌خوایم درباره عدد کسری اعشاری صحبت کنیم. عدد گویا همون عددی هستن که هم عدد صحیح حساب میشن، هم عدد کسری و اعشاری. تو عدد صحیح ما عدد کسری و اعشاری نداشتیم، ولی تو عدد گویا داریم، یعنی زیر مجموعش قرار میگیره. و خب حالا در سالهای بعد بیشتر درباره این مطلب صحبت میشه. خب از کسرامون در کجا استفاده میکنیم؟ از کسرا مثلا برای تقسیم ارث و میراث، تقسیم سهامی که تو بازار هست، یا تقسیم سود پول. مثلا با چند نفر با هم شریکن، یه پولی کنار گذاشتن، توی کاسبی هستن و این تقسیم میشه. یا میوه خریدیم مثلا تو خانواده میخوایم تقسیمش کنیم بین چند نفر، ما اینجا از کسرها استفاده بکنیم. پس میبینید که تو زندگی روزمره ما کسرها خیلی استفاده میشن. حالا یه نکته میمونه که گفتم ولی یه بار دیگه میگیمش. گفتیم که خط کسری چی کار میکنه؟ خط کسری چی هست؟ خط کسری در از چیه؟ نشانه چی هست؟ همون تقسیم. یعنی چه؟ برای مثال ببینید ما میگیم 2 تقسیم بر 3. ببینید این تو عدد صحیح عدد روندی به ما نمیده، یعنی عددش قابل تعریف نیست. برای همین میبینیم تو عدد گویا به صورت 2/3 نشان میدیم. یا مثلا می‌نویسیم که 2 تقسیم بر 5. میتونیم اینو بنویسیم به صورت کسری 2/5. یا بنویسیم 14 که تبدیل اینو جلوتر بهتون میگیم. خب کسرها رو میخوایم تقسیم بندی کنیم. کسرها رو میتونیم به 3 قسمت کوچکتر از واحد، مساوی واحد و بزرگتر از واحد تقسیم کنیم. یعنی چه؟ واحد یعنی یک عدد، یعنی عدد 1. پس واحد یعنی 1. حالا کسرها کوچکتر از واحد چه کسرهایی هستن؟ کسرهایی هستن که مخرجشون بزرگتر از صورت باشه. ببین اینجا 2/3 نگاه کنید، 3 بزرگتر از 2، پس بنابراین این کسر کوچکتر از واحد حساب میشه. یا 4/5 نگاه کنید، 5 بزرگتر از 4 و مخرج ما بزرگتر از صورت شد. یا 7/9. کسرهای مساوی واحد زمانی که مخرج صورت با هم برابر باشن. مثلا 1/1 می‌بینید هم صورت برابره هم 1، یعنی 1 برابر با 1. یا 2/2 با هم برابرن. 6 13 و 13 برابره. و همه اینو برابر با عدد 1 هم، یعنی عدد واحد، یک واحد. این واحد شد. کسرهای بزرگتر از واحد هم میشه کسرهایی که صورتشون بزرگتر از مخرج باشه. یعنی چه؟ مثل 5/2. می‌بینید 5 بزرگتر از 2، 9 بزرگتر از 4، صورت بزرگتر از مخرج شده. 6/5. این کسرهای بزرگتر از واحدن.
حالا چیزی که هست برای کسر بزرگتر از واحد ما اونا رو به صورت کسرهای مخلوط نشون میدیم. کسرهای مخلوط چه کسرهایی بودن؟ کسرهایی بودن که شامل دو قسمت عدد صحیح و عدد کسری کوچکتر از واحد هستن. و کسرهای مخلوط کسرهایی بودن که عدد صحیح و یه عدد صحیح داشتن، یه قسمتش هم کسری کوچکتر از واحد داشت. مثالی که میتونیم بذاریم برای مثال، مثلا ببینید می‌نویسم 25 سوم. خب این کسر ببینید این کسر بزرگتر از واحده. چرا؟ چون صورت بیش از مخرج. حالا ما چی کار میکنیم؟ میخوام این کسر به صورت کسر مخلوط بنویسیم. چی کار میکردیم؟ میبینیم برای کار میتونستیم چند تا کار انجام بدیم. یکی از کارا این بود که 25 تقسیم بر 3 کنیم که میدونی که 25 تقسیم بر 3 میشه 3 8 تا 24 تا و یه دونه یک عدد یک باقی میمونه. ما 8 را به عنوان بخش صحیح می نوشتیم و یکی باقی مانده را در صورت می گذاشتیم و 3 را در مخرج قرار می دادیم و می خوندیم 8 تا 1 سوم که می‌بینید که این میشه بخش عدد صحیح و این میشه بخش کسر کوچکتر از واحد که می‌بینید که 1 کوچکتر از 3 هم هست. پس درست هست. حالا من یه جور دیگه هم می‌خوام اینو بنویسم. اینطور می‌نویسم 8 به علاوه 1 سوم. زمانی که این دو تا رو با هم جمع کنید همین 25 سوم به دست میاد. پس 25 سوم همون 8 به علاوه 1 سوم بوده. ما اینطور تفکیک می‌کنیم تا بتونیم بخشای کسری جداگانه حساب کنیم و بخشای عدد صحیح هم با هم حساب کنیم که تو محاسبات خیلی راحت‌تر باشه. خب مبحث دیگه که خیلی مهمه تبدیل کسر است. تبدیل کسر یعنی اینکه ما میتونیم یک کسر رو در یک عدد ضربی تقسیم کنیم. زمانی که این ضرب کنیم یعنی میتونیم مثلا یک کسر رو مثلا هم تو صورتش هم تو مخرجش تبدیل یه عددی کنیم. یا وقتی میگیم تقسیم همینطور به شرطی که بشه ساده کرد تقسیم میکنیم. حالا با مثال میریم جلو تا متوجه بشید. مثلا نگاه کنید بچه‌ها اینجا 3 هفتم رو نگاه کنید. من میتونم مثلا 3 رو ضرب در 6 کنم و مخرجم ضرب در 6 باید حتما کنم. اگر صورت ضرب در 6 شد بعد مخرجم ضرب در 6 بشه که کسر ما نسبتش 1 سام بمونه. ببینید 3 6 تا 18 تا 6 7 تا 42 تا. زمانی که من این عدد رو ساده کنم برمیگرده دوباره 3 هفتم میشه. یعنی میتونم این دو عدد رو تقسیم بر 6 کنم تا بشه 3 هفتم. پس میگیم این تو کسر با هم برابرن. پس تبدیل کسر یعنی چه؟ یعنی کسرایی که با هم برابرن رو نشون میدیم. ازشون استفاده میکنیم در ادامه. حالا خواهید دید. مثلا میگم 3 رو مثلا 3 هفتم ضرب در آقا 3 کن. 3 تا 9 تا 3 7 تا 21. یا ضرب در 11 کن. میشه 33 77. 33 77 با 3 هفتم برابر. ولی اینو در نظر داشته باشید 33 77 با 18 42 برابر نیست. با 3 هفتم یعنی کسر ساده شده برابر. یا این سوال رو نگاه کنید 12 36 ما اینجا برعکس عمل می‌کنیم. اینجا ضرب کردیم اینجا تقسیم داریم. می‌بینید مثلا 12 36 ما می‌تونیم هر دو تا رو تقسیم بر 3 کنیم که می‌بینیم که هم 12 به 3 بخش از زیر هم 36. پس تقسیم بر 3 می‌کنیم میشه 4 12. یا میتونستیم نه آقا می‌دونیم که 12 عدد به 2 هم بخش از زیر 36 به 2 هم بخش از زیر. پس هم بر 3 بخش از زیر هم بر 2. پس می‌تونیم به 6 هم تقسیم کنیم. پس 12 تقسیم بر 6 کنیم میشه 2. پس 36 تقسیم بر 6 کنیم میشه 6. یا اینکه مثلا میگیم که 12 36 رو میتونیم به 4 تقسیم کنیم. ببین که 12 به 4 تقسیم کنیم میشه 3 و از 36 هم تقسیم بر 4 کنیم میشه 9. به 12 36 رو تقسیم بر 12 کنیم که 12 میشه 1 و 36 هم میشه 1 سوم. پس ببین اینجا خیلی استفاده شد. حالا کاربردی که داره تبدیل کسر مثلا تبدیل کسر به اعشار. ما مثلا کسرایی که انواع کسرایی که داشته باشیم که به شرطی که صورت این مخرجشون این اعداد باشه. ببینید مثلا اگه مخرج یک عدد کسری 2 بود اگر صورت مخرج اون رو ضرب در 5 کنیم اون کسر به اعشار تبدیل میشه. حالا می‌بینید در ادامه. یا مثلا اگه 4 بود مخرج 4 بود ضرب در 25 کنی اون عدد به اعشار تبدیل میشه. یا 8 بود ضرب در 125 میکنیم. حالا با مثال نشون میدیم. برای مثال ببینید 2 5. من 2 5 اینجا 5 دارم این مخرج ما 5. میام پس عددا ضرب در 2 میکنم. یعنی مخرج ضرب در 2 صورت هم ضرب در 2 میشه. میشه چند؟ میشه 4 دهم. و میتونم اینو اعشار می‌نویسم 14. ببینید. یا برای مثال میگیم که 3 8. ببینید اینجا ما گفتیم اگه 8 بود مخرج ضرب در 125 بشه. پس ضرب در 125 میکنم مخرجا
صورت هم ضرب در 125 میکنیم. 825 تا میشه 1000 و 3 تا 125 تا میشه 375 هزار، 357 هزار. پس میتونیم بنویسیم یه ممیز بذاریم 375 هزار. یا برای مثال میگیم که یک کسر مثلا مخلوط 1.2. ببینید این خیلی ساده است. به چه صورت بنویسیمش که 1.2. چطور شد؟ این بخش صحیح عدد بود، این بخش کسریش بود، کسرش به اعشار تبدیل شد، اینم به این حالت. مثلا میتونیم اینطور بنویسیم 1/2. یعنی اینجا یه علاوه میذاشیم 1/2، پس 1.2 جمع کنیم 1/2 میشه 1.2 دوباره. هیچ فرقی نداشت. خب چند تا دیگه سوال حل کنیم. اینجا 125 بعد ضرب در چند میشه؟ ضرب در 8. اینو ضرب در 8 میکنم، صورتم ضرب در 8 میکنم. جواب میشه چند؟ 8 9 تا 72 تا 125 تا 8 هم میشد 1000 تا. پس میشه 72000 به اعشار 6 که نمیشه میشد 72000. و اینجا ببینید 325 325 725 ببخشید 725 25 و ضرب در چند کنم؟ 4. و صورتم با ضرب در 4 بشه. میشه چند؟ 4 7 تا 28 تا مخرج میشه 100. پس اینو میتونیم به چه صورت بنویسیم؟ 28 صدم میتونیم بنویسیم 28 صدم به صورت اعشار. اینم ممیزه، این نقاطی که میذارم اینا ممیز هست. 1/3 این عدد مخلوطه. 5 میتونیم ضرب در چند کنیم؟ ضرب در 2 کنیم. صورت هم ضرب در 2 میشه و میشه 1.6. 1.6 هم میدونیم که اینجا یه به علاوه میخوره همیشه. تعریفی که گفتیم. میتونیم بنویسیم 1.6 به صورت اعشار. به همین راحتی. حالا این کسرایی که نوشت این به این کسرا میگیم کسرای مخدوم. کسرای مخدوم کسرایی هستن که مخرجشون یا عوامل 2 داشته باشه یا عوامل 5. ببینید این 8 2 ضرب در 2 بوده، یعنی 5 ببینید. حالا در مباحث بعدی که در عدد تواندار هست بیشتر متوجه میشید منظورم. ولی مخرج زمانی که 2 یا 5 یا عواملی از این قبیل باشه، مثل اینجا ببینید 2 5 4 25 8 125 اینا کسرای مخدوم میشن. و یه جایی وقتی این کسرها رو در این دو عدد رو بر هم تقسیم می‌کنیم، یعنی 9 تقسیم 125 کنیم به صورت اعشاری درش بیاریم، این عدد یه جای دیگه باقی مانده صفر میشه، باقی مانده اعشارش صفر میشه. به این کسر میگیم کسرهای مخدوم. حالا بعضی وقتا هست اینطور نیست که به اون کسر میگیم کسر متناوب یا کسر متناوب ساده یا مرکب، که اون کسر را دیگه اصلا هرچی تقسیم کنیم خارج قسمت تمومی نداره، یعنی همینطور هی باقی مانده میاد بیرون. برای مثال حالا این سوالا میذاریم برای قسمت بعدی که تو ضرب تقسیم اعشار عدد اعشار ها میخوام بگم. حالا قسمت برعکس هم وجود داره. مثلا میخوایم تبدیل اعشار به کسر داشته باشیم که اون فکر کنم راحت تر باشه برای شما. پس چیزی که میخوایم بگیم درباره تبدیل اعشار به کسر. خب اینجا با 3 تا مثال میخوایم تبدیل اعشار به کسر رو ببینیم. اینجا میشه 375 هزار. پس میتونم اینطور بنویسم مخرج ما هزارمه و صورت هست 375. این اولی. دومی نمیشه 1.5 یا 1.5. 1.5 میتونم بنویسم 15 دهم. پس سادهش که کنم میشه چند؟ به 5 که ساده کنم صورت میشه 3 و مخرج میشه 2 که این کسر مخلوطه. میتونم بنویسم 1.2. حالا یا یه جور دیگه هم میتونم بنویسم 1.5 میتونم به صورت به این شکل نوشتم 1.5 که گفتیم به صورت اعداد مخلوط میتونیم بنویسیم. ببین اینجا 1.5 هست، پس میتونم بنویسم 1.5 و سادهش هم میشه که 5 دهم که میشه چی؟ 1 به 5 که ساده کنیم میشه 2 1.2. قسمت بعد همینطور میتونم 1.25 صدم می‌نویسم 125 صدم که اگر به 5 تقسیم کنیم میشه به 25 به 5 تقسیم کنیم میشه 25
20 دوباره 5 دیگه هم میتونیم ساده کنیم، میشه چند؟ 5 4 که اینو میتونیم بنویسیم 1 و 1 4. یا اینکه میبینیم خیلی راحت می‌نویسیم 1 و 25 صد و اینو سادهش می‌کردیم 25 میشد 1 و 1 4. خیلی راحت. پس اینجا از اون عبارتایی که 2 4 2 5 4 و 25 و 8 25 بود به راحتی میتونیم استفاده کنیم و اعشار رو به کسر تبدیل کنیم همونطور که دیدید. حالا کسرایی که یه نوع دیگه کسرا داشتیم که بهتون گفتم، این کسر مثلا میبینید 1/3. این 1/3 ما هر کاری هم کنیم میتونیم مخرجش رو به عوامل 10 برسونیم، یعنی یه جوری بشه که این عدد مخرجش 10 یا 100 یا 1000. ببینید اینجا ما همیشه به 100 10 1000 بالا هم همینطور، ولی این عدد دیگه میشه. پس ما مجبوریم به اعشار ساده بنویسیمش و به دست بریم که وقتی اینو حساب کنیم میشه به این شکل 3 3 3 و الی آخر. خب در این بخش درباره ضرب تقسیم اعشارها میگیم. ببینید اون کسرایی که گفتم کسر مخدوم بود که مثلا راحت تبدیل میشد. حالا نیا کنید اینجا ما اینجا عدد 3/14 داریم و 3/14 هیچ جوری تبدیل به اعشار نمیتونیم بکنیم مگر اینکه خیلی راحت بیان تقسیم کنیم، یعنی تقسیم اعشار انجام بدیم. حالا اینجا میخوایم هم تقسیم اعشار یاد بگیریم، دوباره یه تکرار مرور بشه به دبستان، همین که بفهمید که این چرا اینو نمیشه تبدیل کرد به اعشار به راحتی. نکنید 3 تقسیم بر 14. خب اولی بار میگیم تو 3 تا چند تا 14 تا داریم، میگیم هیچ، یه ممیز اینجا میذاریم و اینجا یه صفر میذاریم، میشه 30 تا. تو 30 تا چند تا 14 تا داریم؟ 2 تا 28. یه دو میاد پایین، یه صفر میذاریم کنارش. تو 14 تا چند تا 20 تا داریم؟ یه دونه. یه 6 میاد پایین، دوباره صفر میذاریم. چند تا داریم؟ 4 تا یا 5 تا بزنیم، 4 تا میذاریم. 4 تا 16 تا 56 دوباره 40. 2 تا میذاریم. و ببینید هرچی ادامه بدیم تمامی نداره. 12 و الی آخر. ببینید اینجا خارج قسمت اصلا تمام نمیشه. برای همین این کسرایی که مثل این 3/14 هستن، این کسرایی که کسرای غیر مخلوط هستن، کسرای متناوبن. هی ارقام اعشارش تغییر میکنه. ببینید 2 شده، 1 شده، 4 شده، 2 شده. ممکن تکرار پذیرن باشن، یعنی همونطور 214 مثل 1/3 که مثالش زدیم میشد 3 دهم 3 دهم 3 3 3 و الی آخر. این از تقسیم عدد اعشار به این شکل. در ضرب عدد اعشار چی کار میکنیم؟ برای مثال دو عدد 2.5 ضرب در 2.5 میخوایم کنیم. این نقاطی که میذارم ممیزه، سعی کنید ممیزه رو به صورت نقطه قرار بدید بچه و سعی کنید دو تا عدد رو در هم ضرب کنیم. اولین کاری که کنیم چیه؟ این است که آقا اصلا اعشار رو در نظر نگیریم و ضرب رو مثل قبل انجام بدیم، انگار اعشار نداریم. خیلی راحت انجام میدیم. 8 تا 25 تا 2 داریم، 125 0 10 4 و میشه چند؟ ببخشید 5 میشه. این 5 تا 10 تا این 5 یکیشو ندیدم و میشه 6. حالا 625 نوشته شد. حالا ممیزها یا کنید بچه‌ها دو تا ممیز داریم، یه دونه اینجاست یه دونه اینجا. ارقامی که بعد ممیز قرار دارن رو تعدادش میشماریم، یه دونه برای 2.5 داریم، یه دونه برای این 2.5 داریم. پس دو رقمه. ما از سمت راست نه سمت چپ، از سمت راست میشماریم و به تعداد ارقامی که میخوایم ممیز جدا میکنیم که اینجا قرار میگیره. حالا الان دیگه هم قرار میدم مثلا 6 و 3 دهم ضرب در 9 و ضرب در 2 و 9 دهم. این ضربه میکنم انجام بدیم. مثلا 3 9 تا 27 تا 2 داریم، 6 9 تا 54
56 صفر میذاریم، 2 تا 6 تا 2 6 تا 12 تا جمع میکنیم 7 12 1 8 و 1. حالا ممیز رو نکنید اینجا یک دونه یه دونه هم یه دونه تعدادش چند میشه 2 رقم اعشار. پس از سمت راست 1 2 اینجا قرار میگیره، میشه 18 و 27. یه مثال دیگه میگم، سعی کنید اینو خودتون حل کنید و جوابش برام بفرستید. 1 و 56 ضرب در 3 و 7. جواب این سوال برای من بفرست. یه مثال دیگه از تقسیم اعشار حل می‌کنیم برای اینکه بهتر یاد بگیرید. اینجا نگاه کنید بچه‌ها، نمیشه 9 ممیز 36 تقسیم بر 7 و 2 دهم. خب ما این تقسیم انجام بدیم، خب این اعشار عددمون نمیشه راحت انجام داد. می‌بینیم چه کاری انجام میدیم؟ می‌بینیم که کدوم عدد اعشارش بیشتره به تعداد اون اعشار ضرب در 10 100 یا 1000، یعنی مبنای 10 می‌نویسیم. مثلا اینجا می‌بینید دو رقم اعشار اینجا داریم، اینجا یه رقم. پس هر دو تا عدد هم 9 و 36 هم 7 و 2 دهم ضرب در 100 می‌کنیم. 9 و 36 اگه ضرب در 100 کنیم میشه چند؟ میشه 936 و 7 و 2 دهم اگه ضرب در 100ش کنیم میشه 720. حالا راحت میتونیم این تقسیم رو انجام بدیم. ببینید مثلا میگیم که یه دونه اول یه دونه 720 قرار میدیم اینجا، از عبارت کم میکنیم 6 1 2. حالا 216 تقسیم 720 نمیشه، ممیز اینجا میذاریم، یه صفر اینجا میذاریم و الان انجام میدیم و اینجا 3 قرار میدیم 2 تا 6 تا 3 7 21 و جواب شد جواب شد 1 و 3 به همین راحتی. پس اینجا 1 و 3 هم جواب ما میشه، یعنی اگر 9 ممیز 36 تقسیم بر 7 و 2 دهم کنیم حاصل میشه 1 و 3 دهم. حالا برای این مثال ما میاییم یه سوال دیگه نیست، مثلا 4 ممیز 18 تقسیم بر 9 ممیز 2 دهم. این سوال سعی کنید خودتون حل کنید برام بفرستید. خب دو تا مثال هم از جمع و تفریق اعشار انجام میدیم که مرور بشه به دبستان. مثلا اینجا جمع انجام میدیم، جمع اون مثل قبل بود، یعنی ما بر اساس ارزش مکانی و جایگاه مکانی اعداد اونا رو جمع میکنیم. 4 × 9 میشه 13، یکیش میره بالا، 1 × 9 میشه 10، یک میاد بالا و میشه اینم 10. ممیز یادمون نمیره، ببین اینجا ممیز داره، ما اینجا ممیز میذاریم، یکیش میاد اینجا و میشه چند؟ جواب میشه 5 ممیز 3000. حالا برای یکی ایمن هاست 2 تقسیم بر ایمن های 5 نمیشه، از 1 فاز میگیره 0 12 7 0 و 0 میشه 0 0 نمیتونه از این میگیره 3 10 1 و 0 شد 7000. پس جمع و تفریق عدد اعشار هم مثل دبستان انجام میشه، فقط ارزش مکانیشون حواستون باشه و ممیز درست بذارید، قراردادی ممیز و ارزش مکانی رو درست زیر هم قرار بدید، اشتباه نکنید تو حساب کردنش. حالا برای آخرین سوال، مثلا این سوال شما حل کنید. این عبارت شما حل کنید و برای من جوابش رو بفرست. تا جلسه دیگر، خدا نگهدار.